روز 2 ماه سال 2024 در جریان یک چهاره‌بینی عمومی بخشیده به دوستان ملی قرقیزی مناس در نویه سوزک ولایت جلال آباد در جنوب قرقیزستان یک ماشین بارکش تمغه پورتر از بلندی برکت در آمده 29 کودک را پخش کرد. معلوم نیست که رانندش برای چه محرک این ماشین پر از یخماس را خاموش نکرده است. در ویدیو نشر شده از جای حادثه دیده می شود که ماشین ناگهان به طرف ازدحام برکت در آمده کودکانی را که در روی سبزه نشسته دوستان مناس را قرائت میکردند پخش میکند. این حادثه در لحظه رخ داد که یک گروه دیگر اشتراکچیان پرچم بزرگ قرقیزستان در روی دستانشان تازه وارد میدان میشوند. اگر ماشین لحظه دیرتر به حرکت می درآمد شاید شماره قربانیان باز هم بیشتر میشد. بنا به اطلاع وزیر تندرستی قرقیزستان عالم قادر پیشنلیف، در نتیجه این حادثه 29 کودک سنشان از 9 تا 16 که در قرائت عمومی دوستان مناس اشتراک داشتند جراحت برداشتند. 7 تن از کودکان مجروح را در شعبه ریانیماسیون بیمارستان ولایتی جلال آباد خوابانیدند و طبیبان وضع 3 آنها را وزنین میگویند. 3 کودک دیگر را در بیمارستان نویه سوزک و 8 تن دیگر را در مرکز عمومی طبی بستری کردند. به 11 مجروح دیگر در جای حادثه کمک طبی رسانیده آنها را برای طبابت امبولاتوری به خانه‌هایشان فرستادند. در ملیس ولایت جلال آباد گفتند که حادثه تقریبا ساعت 13:30 در دهه جرگتول نویه سوزک در جریان مراسم قرائت عمومی دوستان مناس رخ داد. بنا به اطلاع مقامات حفظ حقوق راننده ماشین سال تولدش 1976 علیه دستگیر شده است. در رابطه با این حادثه ملیس سوزک تفتیشات پیش برده ایستاده است. روی قرقیزستان از لحاظ صدمه و خیلی پرخطر به شمار می روند. تنها در سال 2023 در راههای قرقیزستان 6945 صدمه رخ داده است که 783 کشته به جا گذاشت. این نظر به تاجیکستان تقریبا 2 مراتب بیشتر است. هر سال در راههای تاجیکستان تا 1500 صدمه رخ داده تا 400 نفر کشته و حدود 1200 کس زخمی به جا می گذارند.